قسم میخورم که این مرد یک دیوانه نیست. چی کار میکنی آقا؟ عزیز من والا نان بیات شده است، تقریبا نیمه خشکه. برای این موریش ها همیشه این کار میکنم. در دنیایی که خیلی ها فقط به فکر خودشانند و جایی که قیمت دلار و طلا آدمها را از خیلی چیزها دور کرده، او به چیزی پی برده که شاید گم شده نسل بشر در این عصر باشد. چرا این کارو میکنی؟ به خاطر دل خودم این کار میکنم. یه مقداری آرامش پیدا میکنم. احساس میکنم این کار کوچیک که انجام دادم. او مرد مورچه‌ای واقعی سرزمین ماست. نه چهره‌ای مشهور است، نه در تاریخ از او یاد خواهند کرد، اما او به باور قلبیش عمل می‌کند. ولی خب یک کسی هستن میان بلا نسبت شما نفت میکنن تو دانه هاشون. نفت بابا اینا میخوان زندگی خودشان بکنن. اینا مثل مان تا حرفی میزنن. تا اونجایی که تو دلت بخواد من مطالعه کردم. هر کتابی که شما را میگی مطمئن شمه برات بدم. شما 2 قرن سکوت بخون. مال دکتر عبدالحسین زرین بود. بله. من غذاخوری داشتم 4 زبر، ولی بچه های ما را اینجا نیستن، اصلا اروپا. هیچ به اندازه ایران نعمت نداره از نظارت ذخایر زیرزمینی. نیکل، مس، اورانیوم تنها نفت نیست. اگر یک کسایی باشن و اینا به اصطلاح جمع بکنن و به مردم بدن، من فکر میکنم ما از اروپا پیشرفته تر میشیم. ای شیخ زاهد دست از ما بدار، خراباتیان به مسجد چه کار. برایش یک جمله بنویسید. حتی یک قلب قرمز ما حمایتی است از او و شاید انگیزه‌ای شود برای ادامه دادن. خیلی خوشحالم که توی شهر من کسی هست که به فکر مورچه هاست. زیباتر در جهان ای دوست جز امید چیزی نیست. هر عرصه را بهار و خزانی هست، در عرصه امید خزانی نیست.